راځئ چې شمیره په پښتو ژبه زده کړو. بیا د اعداد را په زبان پښتو یاد بگیریم. په دې لوست کې موږ غواړو له 1 څخه تر 10 پورې په آسانی سره زده کړو. در این درس می‌خواهیم به آسانی از 1 الی 10 را به زبان پښتو یاد بگیریم. السلام علیکم، څنګه زه شایم ایله لرم چې تاسو هم شایست. زه علیم او دلته په خوږ پښتو ژبه درس ورکوم. سلام دوستان عزیز، حالتان چطور است؟ من خوب هستم، امیدوار هستم شما هم جور باشین. من علی هستم و در اینجا زبان شیرین پشتو رو براتون یاد میتم. مهربانی کنید زما رو تکرار کنید. مهربانی کنید بعد از من تکرار کنید. یو یو، دو دو، دره دره، څلور څلور، پنځه پنځه، شپږ شپږ، اوه اوه، اته اته، نهه نهه، لس لس. خب دوستان عزیز، از 1 تا 10 را به زبان پشتو یاد گرفتیم. فقط تکرار کنین تا او را ملکه ذهنتان کنین، چرا که برای اعداد بالاتر به از اونا بسیار احتیاج دارین. اگر این ویدیو را دوست داشتین او را لایک کنین و اگر میخواین زبان پشتو را یاد بگیرین چینل ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را هم فشار بتین تا از درس‌های جدید عقب نمانین. تا درس آینده شما را به الله پاک میسپارم. خدای پامان.